آن راه راستی را که با پیامبرها، با اولیاء الله ها، با شهیدها تو وقتی انعام کردی، همون راه را راه ما گردان. راهی که در او رضاگی توی، ببین راهی که در او خوشبختی ما هی، راهی که ما را برده مقصد به راحت جنت برده میرساند. این دعا را گفت بچم، یکم دعات همین. شما هم برادرای عزیز، اگر ما کو با زبان پیامبر دعا کنیم با بهترین است. اللهم الهمنی رشدی، خدایا ما را در راه درست، راه نیک، راه با سعادت هدایت کن. و دویم چی برادر عزیز؟ و اعیذنی من شر نفسی، خدایا به سوی تو از بدی نفس پناه طلب میکنم. برادر عزیز، دو چیزی بسیار مهمه. یکم خدایا بر من نعمت هدایت نصیب گردان. ولی دونا در سخنرانیش گفت میگه ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. میگه خداوند مال به هر کسی که خواه میده. ولی در بین ما مال چیزی عزیز شده، مال آدم معتبر کرده برادر عزیز. لیکن پیامبر نازنین میگه خداوند بر هر کی خواه مال میده، خواه دشمن شد، خواه دوست شد. ولكن یؤتی الایمان الی من یحب. لیکن خداوند توفیق برادران، لیکن ترسی خود چه میگه نمیتون مگر بنده عزیز من. یعنی خدای مهربان به هر کس مال میداده، لیکن توفیق برادر عزیز بر هر کس نمیتد. از این لحاظ پناه طلب میکنیم به سوی تو از چی؟ از بدی نفس. از بدی نفس. برادرای عزیز و گرامی، اگر خداوند ما را راه راست هدایت کنه، این یک مرحمت شای، یک جای شکرگزاری ای. و دویم وقتی که ما از شر نفس، اگر به شرطی که رها یابیم برادر عزیز، نفس بسیار چیزی خطرناکه، بسیار. شیخ سعدی یک مصرع ها داره، میگه آدمی زاده اگر رفع کند شهوت نفس، آدمی خوی شود، ورنه همان جانور است. انسانی که اگر میگه در نفس داده نشود، بین کنترلش در دست نفس نباشه، آدمی خوی شود. این حقیقتا انسان است. و الا اگر با پرگیخش در نفس تسلیم کنه، لجام در دست نفس بته، این خدمتگار نفس شود، ورنه همان جانور است. یک چارپا میگه، انسان نیست. ولی دیدیم برادر عزیز، بسیاری همین خاری و ذلیلی ما ای پشت نفس مونه. بسیاری جدا به اعتبار میشیم ای پشت نفس. عزیز هم بشیم برادر عزیز، از پایمال کردن نفس میشیم. پیامبر با دعا کردگی میگه اللهم آتی نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. حضرت ابی خودش پیامبر نازنین چی میگه؟ اللهم آتی نفسی تقواها، این نفسی که مرا داده، این گرگی که در درون ما گذاشته، خدایا این را تقواش بده، این را با تقوا که، این را پرهیزکار که، این را خدا ترس که. و زکیها، خدایا این نفسی مرا داده، این را پاکش که، پاک نگهش بدار. انت ولیها و مولاها، خوجاینی توی.
سردار ای تویی. برای خداوند حتی برای نفسش که از نفس که مثال ترس داشت گفت ایرا تقواش بده، ایرا پاکش که. ولی ما آیت هم داریم در قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بین الله مهربان میگه افلح به معنای چی؟ رستگار شی، نجات یافت. کی؟ آدمی که نفسش پاک نگه داشت. خار و ذلیل شید. کی؟ نفری که در نفس داده شید. برای همین این برادر عزیز خیلی و خیلی مهمه. در انسان سه نفس است. در قرآن در گرد سه نفس میره صحبت. یکم نفس مطمئنه، دیگرش نفس لوامه، سیم برادر عزیز نفس مطمئنه است، لوامه است و اماره است. سه نفس است. از همه نفسی وزنین الله مهربان در سوره یوسف گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان النفس لاماره بالسوء. هر آینه نفس شما را به سوی بدی میکشد، به سوی بدی. همین نفس امارش نفسی برادر از به سوی بدی میکشیدگی است. یک قصه را من برای شما میارم درباره نفس، بعدا انشاءالله میبینیم. یک نفری بود برادر عزیز، با یک شاعر بگیم، سیاه شاعر مشهور بود به نام اعشا و اصل نام ای میمون ابن قیس بود. یه از اون بنی قیس بود. بسیار شاعر مشهور بود در عرب. در زمانهای پیامبر برادر عزیز ای در شهر یمامه زندگی میکرد. حال نفس بیننده که میگه وقتی که در دلش محبت پیامبر پیدا شد، بسیار یک ایجادیاتی زیبا کرد در وصف پیامبر و مقصد پیچانده در سمکش گرفته، راست خواست با پیش پیامبر بیا ایمان بیاره. مکه آمد. در اثنای راه میگه آوازه همه جا را گرفت که اعشا برای ایمان آوردن پیش محمد آمده است. همه میشناختن او را. مشرکای مکه در وقتی که گپ رسید، اولی تا مکه نادر آمده، بسیار همشون بگیم یک ناراحتی فرا گرفت که اگر اعشا ایمان بیاره، این قدر شاگرده که ای داره همش ایمان میاره، این دشمنی ما دیگر چی معنی داره؟ بعد او زمان میگه ابو سفیان ولی ایمان نیاورده بود. آمد میگه صدی راهش گرفت و گفت اعشا کجا میره؟ گفت میرم مکه. گفت ایمان میارم بر محمد. گفت راستی یک ایجادیاتی خوبم کردم در حقش، ایرا میرم میخوانم ایمان میارم. ابو سفیان گفت که اعشا گفت انا تو میدونی که در دین محمد عرق نوشی حرامه؟ میدونی که در دین این محمد زیناکاری حرامه؟ میدونی که در دین محمد قماربازی حرامه؟ او وقت مردم برادر علی خصوص مردم عرب به مینوشی، به زنکبازی، به قمار، اینها مقصد یگان گویا همه آسودگی و راحت چون همین بود. بعد گفت میدونم. گفت من میدونم که اینها در دین محمد حرامه. بعد گفت چیکار میکنی خواه؟ گفت اکر راستی امر من به یک جا رسیده. دیگر گفت اکر راستی انا دیگر ما را چی و بزینا سر کار گرفتن چی؟ که مای بگوی عرق بگویم قنوشیدیم نوشیدیم بسه. گفت بجان زدیم اکر. قمارم بگوی. گفت این قمارم گفت مقصد یک کاری هست که انا پر به دست فایده نمیاد، گاه میبری و گاه بای میتی. گفت برای همین گفت دیگه میل ندارم. ابو سفیان دید که
یعنی با اینها نتونست اعشا را از راهش گردانده. بعد از راه نفس را آمد. بعد گفت اعشا بیا یک مصلحت دیگر میکنیم. من گفت 100 شتری نرد میتونم، تو ایمان نیار، تو حاضر برا همین 100 شتر را بگی و بگرد خانت برا. ما راستی بعضی نقشه ها داریم برای از بین بردن محمد صلی الله علیه وسلم. اگر ما همین را امسال نابود کنیم، نابودش کنیم، خیلی تو یکان زیان نمیکنی که 100 شتر مالت بود مالت میمونه. اگر به شرط نابود کردش تانی سال آینده بیا ایمان بیار، هم ایمان بیاری هم مقصد 100 شتر با فایدت میمونه. چه گفت فهمیدی؟ اعشا را بسیار دل شبود و 100 شتر خیلی خیلی مقصد مالای گریف کو بیارین. گفت شتر آور. برادرای عزیز شترها را میگه پادبانش دادن، های کرده آمدن. همون قریبیه که میگه منزلش رسیدن که بالای همون شترش دا میگه یک کم تا یک لحظه خوش بود. همین اعشا را همون حالت میگه خواب بردن دا میگه ای تار شتر آمدن تا بگردن زد در زمین، بر زمین زد میگه در همونجا جانش برآمد. صاحبای کتاب میگه ببینین میگه برادر عزیز که نفری که الکه اندک مانده بود برای نعمت هدایت، لیکن مادامی که مقصد داده نفس کشید، نه مقصد همون شترها مالی اوشید و هم محروم با از گویم ایمان شید. برای همین یعنی برادرای عزیز و گرامی حقیقتا نفس بسیار دشمن ما و شما هست. بسیار در ما و شما دشمن هست. الله را دشمن خواندگیه.